سلام خدمت سهامداران و فعالان سلیم بازار سرمایه. این روزا بازار سرمایه واقعا شرایط خوبی رو پشت سر نمیگذاره. 3 سال هست که بازار درگیر مصیبت و مصائب هست، از سمت دولت، مجلس و البته از سمت متولیان بازار، من جمله شورای عالی بورس. امروز خواهیم راجع به یکم در ارتباط با شورای عالی بورس و اون چه که توقع میشه ازش داشت کمی با هم صحبت بکنیم. قانون بازار سرمایه ترکیبی از شورای عالی بورس رو پیش بینی کرده به عنوان بالاترین رکن بازار سرمایه. نماینده وزارت سمت، نماینده دادستان، نماینده های بخش خصوصی به عنوان نخبگان و متخصصین، نماینده کانون ها، همه اینها و بانک مرکزی یه شأن نزولی قطعا دارن که در ارتباط مثلا با بانک مرکزی، نماینده بانک مرکزی ملاحظات بازار رو در ارتباط با سیاست های پولی لحاظ کنه در شورای بورس، یا نماینده وزارت سمت، اتاق ایران، اتاق تعاون بتونن ملاحظات تولید کننده و بخش تولید رو، بخش صنعت رو در شورای بورس لحاظ کنند و متقابلا دغدغه‌های بازار سرمایه رو در اون فضا مدیریت بکنن، منعکس بکنن. و بقیه موارد در حوزه سیاست‌های مالی که خود وزیر اقتصاد هست و سیاست‌های مالی و اقتصادی رو با اونجا تنظیم کنه در ارتباط با بازار سرمایه. یا نماینده های کانون‌ها در شورای بورس که لزوما بایستی بتونن ملاحظات سهامداران و متن بازار سرمایه رو در شورای بورس نمایندگی بکنن و بپردازن به اونها. چیزی که امروز ما در بازار سرمایه شاهدش هستیم متاسفانه حکایت از تلخی این، با حکایت تلخی این روزهای بازار، حکایت ناکارآمدی این اعضا در شورای بورس هست که هیچ وقت شرایط بازار این رو نشون میده که این ترکیب هیچ وقت نتونسته اون نظر قانونگذار رو در این حوزه تأمین بکنه و یکی از دلایل وضعیت بد بازار شاید همین رکن باشه. در طی 3 سال گذشته سیاست‌های پولی بویژه در حوزه نرخ بهره و سیاست‌هایی که در حوزه پولی به تولید برمیگرده، خب در بدترین شرایط اتخاذ تصمیم شده. نرخ بهره، بحث قیمت تسعیر دارایی‌های بانک‌ها، بحث جریمه بانک‌ها در حوزه نهضت ملی مسکن، ذخایر بانک‌ها و شرایط برگزاری مجامع بانک‌ها و عدم دقت در اعمال اصول حاکمیت شرکتی از طریق بانک مرکزی در بخش بانکی کشور، بانک‌هایی که در بورس حضور دارن یا در تولید. بالاخره اینها در سایر ناشرین بازار سرمایه که در حوزه تولید حضور دارن، سیاست‌های پولی به شدت مخرب بوده. در حوزه وزارت سمت هم همین اتفاق افتاد. طی 2 سال اخیر دخالت‌های باجا بیجا در بحث بورس کالا در حوزه صنعت خودرو، حالا صنعت خودرو خودش که وزارت سمت یکی از بانیان وضعیت موجود در تخطی از قوانین در حوزه انتخاب مدیریت و واگذاری سهام و غیره، خب یکی از دلایل جدی هست. سوای این وزارت سمت با تعیین بهرهای مالکانه برای معادن به صورت غیرفنی، با ابلاغ مصوبات مربوط به عوارض صادراتی و مسائل این چنینی، نقش مخربی رو در بازار سرمایه ایفا کرد. در حوزه وزارت اقتصاد هم همینطور. یا 2 نماینده ناظری که از مجلس حضور داره در شورای بورس، شاید اینها هم که از بدترین عملکردها رو تو 3 سال اخیر داشتن.
جایی که قانونگذار در حوزه بودجه‌ریزی و سایر احکام قانونی هیچ وقت نتونست منافع بخش صنعت، تولید و بازار سرمایه رو تعدیل بکنه در اونجا. محصل همه اینها شده امروز وضعیت بازار ما و به ویژه در حوزه نظارت بر عملکرد سازمان و هیچ نقش مثبتی حداقل ما ندیدیم که آخریش همین بحث تحصیلات هیئت مدیره بود که کاملا و به صورت واضح خلاف قانون اون تصمیم در شورای بورس اتخاذ شد. در حوزه کارهایی که این بحث ترک فعلا بود، در حوزه کارهایی که باید میکردن و نکردن، آخریش همین بحث ترور شهید هنیه بود که بازار رو دیدیم بعد 2 روز کاری، بعد از 10-12% سقوط بازار سرمایه، تازه شنبه روزی رو تصمیم گرفتن که راجع به بازار سرمایه تصمیم بگیرن که اون دامنه نوسان رو محدود بکنن. این تصمیم بود که چهارشنبه صبح شورای بورس، عالی بورس، قانونا وظیفه داشت این کارو بکنه و نکرد. یا همون دامنه نوسان 40-50 روزه محدود شده قبل از انتخابات که اون هم بالاخره یک نقطه بحرانی بود در تصمیمات شورای بورس و نظارتی که میتونست بکنه به سازمان بورس و سازمان بورس رو در این موضوع توصیه بکنه که رعایت قانون رو بکنه. برای شرایط بحرانی تعریف داره، 1 روز 2 روز 50 روز قطعا نمیشه ما به نام شرایط بحرانی بازار رو سرکوب بکنیم و به هر دلیل شاخص رو در یه عددی نگه داریم. خیلی از اتفاقات امروز من به شخصه به معنای واقعی از شورای بورس توقع دارم کسانی که در این تصمیم تسهیلات دخالت داشتن و امضا کردن، اینها من توقع دارم که همین امروز استعفا بدن و از شورای بورس برن. کسانی که تشریف میارن جدید یا هستن میمونن، اینها باید شأن حضورشون رو در شورای بورس تشخیص بدن و رفتار حرفه‌ای، اخلاقی و قانونی داشته باشن در شورای بورس. نباشه که بعد اتمام دوره مثلا نمایندگی تمام بشه، صرف اینکه بریم یه هلدینگ ساختمانی رو مدیر عاملش بشیم، از فرصت سازی بکنیم از ظرفیت شورای بورس، این رفتار اخلاقی و حرفه‌ای قطعا نیست. به زعمم شورای بورس بایستی نه تنها خودش خلاف قانون نکنه که کرد، بایستی در رفتارهای خلاف قانون زیر مجموعهش که سازمان بورس، هیئت مدیره و رئیس سازمان بورس هستن باید نظارت جدی رو داشته باشه. شورای بورس باید نقش خودش رو در مجلس در تمام قانونگذاری هایی که در حوزه بازار سرمایه، تولید و صنعت دخالت دارن، نقش خودش رو باید اونجا ایفا بکنه. وزارت سمت هم باید این کارو بکنه، بانک مرکزی هم باید این کارو بکنه. من به معنای واقعی توقع دارم که شورای بورس در قالب قانونش تعریف بکنه خودش رو شخصیتش رو و ماهیتش رو بازیابی بکنه، بازآفرینی بکنه، حتی باززایی بکنه. اگر قانون مقررات هم جای ایراد داره که نقش و کارکرد شورای بورس رو به درستی ایفا نمیکنه، خب شورای بورس هست که باید در این حوزه نظر بده، قانون لازم هست وضع بشه، اصلاح بشه یا تکمیل بشه، هر چیز دیگه. امروز من از عضو و نماینده دادستان در شورای بورس توقع دارم که بالاخره اون قائله 17 اردیبهشت پارسال رو تعیین تکلیف بکنه. رئیس شورای بورس هم باید این کارو بکنه. وزیر اقتصاد دغدغه‌های بازار سرمایه و عواملی که امروز مردم را از بازار سرمایه فراری دادن، در بدترین و بهترین وضعیت‌های این 3 سال اخیر ما خروج پول حقیقی داشتیم از بازار. این روند متوقف بشه صرفاً از طریق بازسازی اعتماد از دست رفته. اعتماد از دست رفته در عین اینکه بستگی خواهد داشت به فضای عمومی حکمرانی اقتصادی و به سیاست‌های کلی دولت در پیش رو، قطعاً به عواملی خواهد برگشت که در حوزه داخل بازار سرمایه تعریف میشن: ممانعت از تخلفات، افشای تخلفات، ممانعت از کلاهبرداری و جیب زنی و هر اون چی که مردم رو اعتمادش رو بازار سرمایه در رعایت شفافیت، عدالت، اطلاعات متقارن و عدم سوء استفاده از موقعیت‌ها، اطلاعات نهانی و نظایر اینها، بازار سرمایه، فعالان بازار سرمایه و سهامداران حقیقی این رو به صورت واقعی باید ببینن، درک بکنن و این اعتماد رو بایستی بازآفرینی بکنن. شورای بورس امروز استعفای عشقی
یک شروع بود برای توقف این روندها. امیدوارم که بقیه مسببین، عاملین، خاطیان و آمرین این وضعیت یا ساکتین این وضعیت که شأن قانونی داشتن، شأن عرفی داشتن، اخلاقی داشتن و تو این چند سال سکوت کردن در ارتباط به شرایط موجود و قدمی بر نداشتن برای بهبود وضعیت، اینها باید خودشون رو حداقل در مقابل وجدانشون پاسخگو بیابن و این امیدی هست که من میتونم برای وضعیت پیش رو داشته باشم. امید که هم وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای بورس، هم دولت 14 که وعده حمایت از بازار سرمایه رو دادن، هم مجلسی که دنبال رونق تولید هست و هم شعار سالی که مرتب راجع به مردمی سازی اقتصاد و نظایر این ابراز میشه، همه بیان پای کار و وضعیت بازار سرمایه رو از این شرایط انشالله خارج بکنیم. ممنونم از توجهتون. زنده باشید. با امید روزهای خوب برای بازار سرمایه.